حکم دشنام دادن به ذات الله و آثار آن. سوال: من یک بانوی مسلمانم که با شوهر مسلمانم در دنیا زندگی میکنم و الحمدلله از او 3 فرزند دارم. نام من با رمزی MMM اشاره کنید. در یک لحظه شدت سخت غضب ذات الله متعال را و قادر و توانا را دشنام دادم. از همون وقت شوهرم با بهانه مرتد شدن من دیگر با من حرف نمیزند و میگوید الله عقد نکاح ما را بیکار کرده است و قربانی من برای او حرام است و من از او میراث نمیگیرم. نماز جنازه من خوانده نمی شود. من را غسل نمی دهند، کفن نمی کنند، دفن هم نمی سازند، بلکه جسد من را با سکو می پرتویند و مالم فیع یعنی غنیمت به مسلمانان باقی می ماند. من به نهایت سخت پشیمانم و این بار اول در حیات من رخ می دهد و این کار بار اول است که در حیات من رخ می دهد. من الحمدلله معلومات خوبی علمی و فرهنگی دارم و میدونم که کار فاجعه بار از دست من صادر شده است. به من توصیه کردند که به شما درباره توبه خود بنویسم. آیا برای من توبه هست و آیا با شوهرم بازگشتن ممکن است و چگونه الله حالت شما را اصلاح کند؟ جواب: الحمدلله شکی نیست که دشنام دادن به ذات الله جل جلاله ردت یعنی برآمدن از اسلام و خروج از دایره اسلام است و این با اتفاق علمای اسلام است و صاحب آن اگر توبه نکند قضا و قتل شدن را سزاوار می شود. به دلیل حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند خون مسلمان حلال شمارده نمی شود مگر با 3 حالت، مگر در 3 حالت: زیناکار محسن، شخصی که قبلا ازدواج کرده بود و زنا میکند، قتل در مقابل قتل، قتل جان در مقابل قتل و ترک کننده دینش و جدا شونده از جماعت. روایت بخاری حدیث 6878 و مسلم 1676. وقتی که تو توبه کردی و کاری که انجام دادی سخت پشیمان شدی و قصد کردی که دیگر هرگز چنین سخن بدی از تو صادر نمی شود، پس توبه تو درست است و قبول است و پذیرفته است. شوهرت می تواند با تو مناسبت کند و حالت تو پس از توبه نمودنت مثل حالت پیشتری که داشتی با شوهرت آنگونه است. تو این سخن بگویی و با همراه آن زندگی نمایی. زیرا صحابه ها مرتد شدگان را بعد از بازگشت به اسلام بر نکاحشان تصدیق میکردند و آنها را با همسرانشان جدا نمیکردند و برای آنها عقد نو هم نمیبستند و ما نیز باید از آنها پیروی کنیم و توفیق از جانب الله سبحانه و تعالی است و درود و سلام بر پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم، یاران و اصحاب و عائله اش باد. منبع: فتاوی لجنه دائمه البحوث العلمية والإفتاء، مجلد 2 صفحه 2.